شما در یک شبانه روز چند ساعت وقت خود را با تلفن میگذرانید؟ هر خیلی 3 ساعت 4 ساعت. در یک شبانه روز تقریبا 2-3 ساعت. 8 ساعت وقت خود. ما در یک شبانه روز همین تلفنم 2 مقدمت. در یک شبانه روز تقریبا 8-7 ساعت. 1-2-3 ساعت تقریبا با تلفن سر و کار میگیرم. در فکر 3 ساعت. در 3 ساعت میشه چی؟ در یک شبانه روز عادتا من 2.5-3 ساعت با تلفن سر و کار دارم. من 2 ساعتی در روز 2 ساعت وقت خودم رو با تلفن صرف میکنم. من در یک شبانه روز 4-5 ساعت تلفن رو استفاده میبرم. در یک شبانه روز 1-2 ساعت با کدام مقصد؟ خیلی اون چی لازمه همین مقصد تماشا میکنم. با خانواده ما که از شهر نیستیم و با خانواده همیشه در تماس هستیم، هر روز کار میزنیم. اینچنین توسط ایما وایبر با اپاها و اکاویمون که در خارجه هستند هم کار میزنیم. فیسبوک، اینستاگرام و ولی شد. جوان حضور چخیرن بسیارتر با این و مسنجر ها، یعنی مثل فیسبوک، مسنجر، ادناکلاسنیک، اینستاگرام همین میدارم و چیزایی که مثل موضوع درس هم بسیار چیزایی که مثل موضوع درس هم از گوگل میگیریم و درس هم تیار میکنیم. با مقصدی خیلی بود دیور و رفیقان دوستان بالا با طریق اینترنت ایما اصلا وایبر، واتساپ، اینستاگرام، فیسبوک بسیارتر با اینا سر کار دارم. بسیارتر کتاب‌های الکترونی را از تلفن استفاده میبرم. بعداً در شبکه‌های اجتماعی بسیارتر وقت خود را میگذرانم. اینچنین برای گوش کردن موسیقی و برای زنگ زدن، یعنی علاقه کردن نیست استفاده میبرم. در اینستاگرام دارم و در گوگل کم تا چیزای درسی را میگیرم و کم تا در فیسبوک بازی میکنم. بیشتر وقت تلفن را با مقصد از اینترنت دریافت کردن یگان مواد لازمه استفاده میبرم. بیشتر در فیسبوک، در ایما کار میکنم. اینترنت فقط سوالی که مفهوم باشم مثل از در فیسبوک، در خیلی کم در اینستاگرام و باز در مسنجر ها استفاده میبرم. تمام بیشتر برای با خانواده‌ام گپ زدن و بیشتر در یوتیوب فیلم ها تماشا میکنم و از فیسبوک و واتساپ و وایبر بیشتر استفاده میبرم. برای گوش کردن موسیقی و یا خواندن کتاب‌های الکترونی استفاده میبرم.